آیا شریفتر آن است که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم، یا آنکه سلاح نبرد به دست گرفته با انبوه مشکلات به جنگ برخیزیم؟ مردن، خفتن و شاید خواب دیدن آهمان همینجاست. آن زمان که این کالبد خاکی را بشکافیم، درون آن رویاهای مرگباری را میبینیم. ترس از همین رویاهاست که عمر مصیبت بار را اینقدر طولانی میکند. زیرا اگر انسان یقین داشته باشد که با یک خنجر برهنه میتواند خود را آسوده کند، کیست که در مقابل ظلم ظالم، تفرعن جابر، تکبر متکبر، دردهای عشق شکست خورده و رنجهایی که لایقان صبور از دست نالایقان میبینند تن به تحمل دهد؟ تفکر و تعقل ما همه را ترسو می کند و عزم و اراده هرگاه با افکار احتیاط آمیز توأم گردد، رنگ باخته صلابت خود را از دست می دهد و به مثابه همین خیالات بلند عمر مصیبت بار اینقدر طولانی